چی کار داری میکنی؟ یلدا رسید تو هنوز دسرت حاضر نیست؟ تو رو خدا رنگو ببین، بخار رو ببین داره از روش بلند میشه. محشر این دسر. آره به نظر سخت میاد ولی خیلی ساده است درست کردنش. رو حلوایی تو از وسط برش بزن، پوستشو بگیر، به تکه های کوچیک برش بزن، بعد یه کره بنداز رو تابت، بعد بذار که سرخ بشه. هل و پودر دارچین با شیره انگور، به جاش عسل هم میتونی بزنی. بعد درشو بذار مغز پخت بشه. بعد اینکه پخت و تموم شد، زعفرون و گلابتو بزن. بعد بذار رو ظرف سروت، روش چند تا اسکوپ بستنی. من وانیلی دوست دارم، وانیلی گذاشتم. تو هر طعمی که دوست داری میتونی بذاری. یعنی ترکیب گرمای کدو حلوایی با سردی بستنی یه ترکیب فوق‌العاده خوشمزه‌ای میشه. بچه‌ها یه چیزی میگم و خیلی خوشمزه میشه. روشم با خلال پسته و خلال بادوم من تزیین کردم. تو سیو کن که گمش نکنی، به دوستاتم بفرست. مرسی.